سلام عرض میکنم خدمت تمام شما دوستان گرامی. خوش اومدین به کانال خودتون. همونطور که مطلع هستین iOS 17 یه چند ساعتی هستش که منتشر شده برای تمام دستگاه اپل، یا بهتر بگیم برای آیفون ها و آیپد های اپل. و اگر دستگاه خودتون تا این لحظه آپدیت نکردین یا ترسی دارین برای انجام این کار، این ویدیو رو حتما تا انتها ببینید تا نکاتی که باید قبل از آپدیت کردن دستگاهتون حتما رعایت بکنید تا خدای نکرده به مشکل نخورید. حتما قبل از اون رعایت بکنید و از اون مطلع باشید. با ما همراه باشید. دوستان، من ایمان ابریشم هستم و در این ویدیو با 4 نکته خیلی ضروری قبل از آپدیت کردن همراهتون هستم که باید حتما اونا رو بدونید و رعایت بکنید که دستگاهتون به مشکل نخوره. یه چند تا نکته در واقع معمولی تر هم در انتها خدمتتون میگم جهت اطلاعاتتون که راحت‌تر بتونید در واقع دستگاهتون رو به iOS 17 آپدیت بکنید، ان شاءالله به مشکل نخورید. مثلا اول و نکته اول که بسیار مهم و حائز اهمیته و باید حتما رعایت بشه، چک کردن حافظه دستگاهتونه. شما حتما اگر آیفون یا آیپد دارید وارد قسمت ستینگ دستگاهتون بشید. در قسمت خدمتتون عرض کنم که جنرال اینجا یک گزینه‌ای دارید به اسم آیفون استوریج و اگر آیپد دارید به اسم آیپد استوریج. حتما وارد این قسمت بشین و از این بالا ببینید که مقدار فضای خالی دستگاهتون چقدر هست و اگر زیر 10 گیگابایت حتما سعی بکنید از این پایین حجم برنامه‌ها و اطلاعات در واقع اشغال شده شما رو نوشته. از اینجا میتونید برنامه اضافتون رو پاک بکنید یا کم بکنید یا برید داخل گالری دستگاهتون قسمت فوتو ببینید عکس و فیلم اضافه اگر دارین پاک بکنید و این مقدار حافظه خالی رو حتما به 10 گیگ و بالاتر برسونید. اگر میخواین دستگاهتون هنگام آپدیت کردن گیر و گوری توش نباشه و هنگی و داستانی مسئله پیش نیاد، حتما این مسئله رو رعایت بکنید چون خیلی مسئله مهمیه. ولی خود اپل همین مسئله رو قبل از اینکه آپدیت شروع بکنه چک میکنه، ولی خب تو مواردی پیش اومده که یه خطاهایی هم داشته و هنگام آپدیت در واقع فضا کم آورده و می‌بینید شما مثلا عملیات آپدیتتون به خوبی انجام نمیشه یا مثلا وسط اون در واقع پریپیرینگش و اون قسمت‌هایی که میخواد شروع بکنه برای آپدیت کردن می‌بینید یهو گیر کرده مدت‌ها و اصلا عملیاتتون به جلو در واقع پیشرفتی نمیکنه. حالا این مسئله هم اگر پیش اومد در انتهای ویدیو خدمتتون عرض میکنم که چیکار باید بکنید. نکته دوم و بسیار مهمی که باید حتما به اون دقت زیادی داشته باشین اینه که اطلاعات اپل آیدیتون رو قبل از آپدیت کردن ببینید آیا به صورت کامل در اختیار دارید یا نه. شما حتما نیاز دارید که بجز اون خود اپل آیدی و رمز یا همون پسوردش به اطلاعات جانبی اون که همون سکیوریتی کوئسچن ها و تاریخ تولد ثبت شده داخل اپل آیدی هست دسترسی داشته باشید. شما هر اپل آیدی که دارید دستگاهتون استفاده میکنید علاوه بر اون یوزرنیم و پسوردش 3 تا سوال امنیتی داره و یک تاریخ تولد که شما باید اونها رو بدونید چی هستن و احتمال داره بعد از اینکه دستگاهتون رو آپدیت بکنید دستگاه آیفون یا آیپدتون این سوالا رو از شما بپرسه و اون اطلاعات جانبی اپل آیدیتون رو از شما بخواد و اگر اونها رو نداشته باشید مشکل بزرگی برمیخورید. و علاوه بر این 3 تا سوال و خدمتتون عرض بکنم که اون تاریخ تولد ایمیلی هم که در واقع با اون اپل آیدی رو ساختید باید حتما در دسترستون باشه، یعنی اون ایمیل رو رمزش رو داشته باشید، حتما واردش بشید ببینید آیا کار میکنه یا نه و اگر تمام این موارد دیدید سر جاش هست و درست عمل میکنه اون موقع میتونید برید و دستگاهتون رو برای آپدیت کردن اقدام بکنید. و نکته سوم که اون هم رعایت کردنش خیلی مهمه. دوستان این 4 نکته که دارم خدمتتون عرض میکنم نمیتونیم بگیم کدوم از کدوم یکی مهمتره. هر 4 مورد خیلی مهمه و حتما باید حواستون به این 4 مورد باشه برای قبل از آپدیت کردن دستگاهتون با iOS 17. نکته سوم اینه که شما باید حتما از اطلاعاتتون یه بکاپی تهیه کرده باشید، به خاطر اینکه احتمال اینکه البته احتمال خیلی پایین هست اما برای به خصوص دستگاه قدیمی تر مثلا اگر آیفون XS دارید، آیفون 11 XR یا چنین دستگاهی دارید که میخواد اونا رو با آپدیت در واقع iOS 17 ارتقا بدید باید حتما این مسئله رو رعایت بکنید چون وقتی شما دستگاهتون رو میخواد از یه iOS ورژن پایینتر به ورژن بالاتر بیارید تغییرات زیادی روش انجام میشه و احتمال اینکه به هم ریختگی توی دستگاهتون از قبل وجود داشته باشه و یهو دستگاهتون بالا نیاد. تو بعضی از موارد پیش اومده که مثلا دستگاه شما
قطعی داخل اون تعویض شده بوده، توی iOS های قبلی مشکلی نداشته و بعد از اینکه آپدیتش میکنید با iOS جدید اون قطعه رو نمیتونه شناسایی بکنه. به عنوان مثال رفتید صفحه نمایش دستگاهتون رو عوض کردید و حالا یا هر قطعه دیگه که اصلا شاید شما اطلاع نداشته باشید از تعویض شدن اون روی دستگاهتون. به همین دلیل پیشنهاد میکنم که حتما از اطلاعات دستگاهتون یه آپدیت، یه بکاپی تهیه بکنید و قبل از اینکه iOSتون رو آپدیت و بروز رسانی بکنید این مسئله رو رعایت بکنید. حالا بکاپ گرفتن از اطلاعات هم حتما توی ویدیوی دیگه بهش مفصل میپردازیم و راههای اون رو حتما توی کانالمون قرار میدیم. اما شما اگر خودتون رفتید و اکانت اون آیکلو درایوتون رو حجمش بالاتر بردید، میتونید روی همون اپل آیدیتون بکاپ بگیرید یا اینکه وصل کنید به کامپیوترتون و از طریق نرم افزار آیتیونز خود اپل یه بکاپ کلی از دستگاهتون تهیه بکنید و بعد از اون اقدام بکنید برای بروز رسانی دستگاهتون تا خدای نکرده اطلاعات دستگاهتون از دست نره. و اما نکته چهارم، برای اینکه وسط آپدیت کردن یهو دستگاهتون مشکلی براش پیش نیاد، خاموش نشه یا ریستارتی براش پیش نیاد، اینه که حتما باید رعایت بکنید این مسئله رو و دستگاهتون رو هنگامی که میخواد شروع بکنه به دانلود و اینستال کردن، البته اون زمانی که اینستال میخواد بکنه بسیار مهمتر هستش، اما پیشنهاد میکنم که از همون ابتدا دستگاهتون رو حتما به شارژر وصل بکنید. برای دستگاه آیفون های 13 14 و این دستگاهی که توی یکی دو سال اخیر تولید شده فقط کافیه که باتری بالای 50% داشته باشید، اما بهتره که حالا تمام دوستان این مسئله رو رعایت بکنن و دستگاهشون رو به شارژر متصل بکنن در تمام در واقع زمانی که داره این پروسه انجام میشه، به دلیل اینکه مخصوصا اگر دستگاه قدیمی تری داشته باشید، به عنوان مثال آیفون 11 12 و اون میزان در واقع سلامت باتریتون پایین اومده باشه و درصد باتریتون هم در واقع شارژتون کم باشه، احتمال اینکه هنگام آپدیت یهو دستگاهتون باتری خالی بکنه و یهو وسط کار خاموش بشه و آسیبی به اطلاعات دستگاهتون و خود دستگاهتون هنگام آپدیت برسه بالا هستش. پس این مسئله رو حتما رعایت بکنید و حتما دستگاهتون رو در هنگام در واقع آپدیت کردن و تمام پروسه انجام آپدیت با iOS بالاتر به شارژر متصل نگه دارید تا خدای نکرده مسئله پیش نیاد. دوستان عزیز، اگر این 4 موردی که خدمتتون عرض کردم رو رعایت بفرمایید، ایشالله که یه آپدیت راحت و بدون دردسر رو خواهید داشت و برای دستگاهتون مسئله‌ای در واقع پیش نخواهد اومد. اما یک دو تا مسئله دیگه هستش که اگر حالا اونا رو رعایت بکنید یا انجام بدید خالی از لطف نیست و شاید تو انجام کارتون، تو انجام این پروسه آپدیت کردن دستگاهتون براتون مفید واقع بشه. خدمتتون عرض میکنم یکی مسئله این که الان روی تمام دستگاه‌های ما فیلتر شکن روشنه و اکثرمون هم اونو خاموش نمی‌کنیم و دائم روشنه. الان برای آپدیت کردن iOS نیازی به فیلتر شکن نداریم معمولاً و روی اکثر اینترنت‌ها بدون فیلتر شکن کار می‌کنن. برای اینکه این کار سریعتر انجام بشه، چون حجم بالایی هم داره iOS 17 هنگام دانلود و نصب، بهتره که فیلتر شکنتون رو خاموش بکنید تا کارتون سریعتر انجام بشه و در واقع این پروسه بدون دردسرتر و در زمان کمتری انجام بشه. و اگر هم در مورد اون نکته که اول ویدیو خدمتتون عرض کردم که اگر گیر کرد در انتهای ویدیو حتما توضیحشو میدم، اگر دیدید هنگامی که iOSتون حالا چه موقعی دانلود کردن چه موقع اون انجام پروسه‌ای که برای آماده سازی نصب هستش گیر کرده و مدت زیاد توی همون حالت مونده، مثلا اگر دیدید یهو 2 روز به اون حالت گیر کرده و مونده و جلوتر نمیره، اون موقع باید چیکار بکنیم؟ اون موقع باید شما تشریف بیارید توی خدمتتون عرض بکنم که همون ستینگ دستگاه در قسمت جنرال و همون قسمت آیفون استوریج یا آیپد استوریج دستگاهتون، این پایین دستگاه که تشریف بیارید اینجا قسمت iOS و سیستم دیتا، اون iOSی که آپدیت شده رو در واقع دانلود شده، حالا یا نصف دانلود شده نصب نمیشه یا تو به هر حال توی مرحله گیر کرده، اینجا میتونید مشاهدهش بکنید. البته تو یک دو تا ورژن های قدیمی تر همین بالا هم ممکنه اون iOS رو بهتون نشون بده با یه علامت همون چرخدنده آپدیتینگ یا خود iOS آیکونش کنارش مشخصش هستش که میتونید دقیقا متوجه بشید. اون در واقع iOS نیمه کاره یا نیمه نصب شده رو شما از اونجا میتونید دیلیت بکنید اگر این اتفاق رو دستگاهتون افتاده بود و دوباره از ابتدا پروسه دانلود و نصب رو در واقع اجرا بکنید و با این کار میتونید دستگاه رو از اون حالت گیری که کرده توی این قسمت خارج بکنید.
و نکته بعدی که خدمتتون باید عرض بکنم اینه که من اینجا نوشتم که فراموشم نشه، برنامه‌های ایرانی. برنامه‌های ایرانی رو اگر دارید استفاده میکنید، به عنوان مثال از این پلتفرم‌هایی مثل سیبچه و سیب اپ و این داستان‌ها دارید برنامه‌های بانکیتون و برنامه‌های ایرانیتون رو از اونها استفاده میکنید، اینا رو قبل از آپدیت کردن با iOS 17 چک بفرمایید. حتما از اون شرکتی که در واقع دارید سرویس میگیرید، حالا هر شرکتی که هست، یه چک بفرمایید ببینید، چون بعضی از اینها آپدیت هاشون رو به روز رسانی‌هاشون رو دیر انجام میدن و ممکنه با iOS بالاتر مشکل داشته باشن و در واقع دست شما رو تو حنا بذارن و نتونید از اپلیکیشن های ایرانیتون یا برنامه بانکیتون استفاده بکنید تو iOS 17 که خب این مشکلات زیادی ممکنه برای خیلی از دوستان ایجاد بکنه. البته اگر شما هم مثل من دارید از اکثر برنامه‌ها و اپلیکیشن های تحت وب ایرانی استفاده میکنید و اونایی که در واقع نیازی به نصب این پلتفرم‌های جانبی ندارن دارید استفاده میکنید، اونا براشون مشکلی پیش نمیاد. اپلیکیشن های تحت وب یا همون وب اپلیکیشن ها براشون مسئله پیش نمیاد. فقط اونهایی ممکنه به مشکل بخورن که یا دارید از سایت خود بانک در واقع دانلود میکنید، نصب میکنید، در واقع اونایی که دارن اینستال میشن، نه اونهایی که تحت وب هستن. یا ممکنه مثلا از پلتفرم‌های جانبی مثل سیب اپ و سیبچه و این داستانا اگر دارید استفاده میکنید، اینا رو حتما قبل از اینکه آپدیت بکنید و برید مرحله بعدی چک بفرمایید که خدای نکرده یه وقت برنامه‌هاتون از کار نیفته و در واقع دستگاهتون بدون استفاده نشه براتون. با رعایت این نکاتی که خدمتتون عرض کردم، امید داریم که دستگاه شما به مشکل نخوره و حتما بتونید به راحتی اون رو آپدیت بکنید با iOS 17 و از اون لذت ببرید. اگر این ویدیو براتون مفید بوده حتما دکمه لایک و پایین صفحه برای ما بزنید و این ویدیو رو برای دوستان خودتون حتما ارسال بکنید. حتما از دکمه لایک زیر صفحه استفاده بکنید، ما رو سابسکرایب کنید و ما رو در واقع امیدوار بکنید به این مسئله که دوستان خوبی مثل شما همراه خودمون داریم و ما رو تشویق بکنید تا ویدیوهای بهتر و مفیدتری براتون بسازیم. خیلی مخلصیم. ارادت.